یه ویدیو بگیر بدون اینکه پستش کنی. مدیونید فکر کنید دارم ادای شیما کاتوزیان رو در میارم اون که عزیزه. من داشتم فکر میکردم که چرا فیلم گرفتن خودتو شروع نمی کنی؟ همین الان بلند شو، گوشیتو بذار جلوت، بدون اینکه اصلا بخوای اون فیلمو پستش کنی یه ویدیو از خودت بگیر، فقط ضبطش کن، بدون هیچ ادیتی، بدون هیچ فیلتری، بدون هیچ نوری، فقط ضبطش کن. تصویرتو ببین، خودتو حس کن، صداتو گوش کن، ببین چه تأثیری رو خودت میذاری، ببین چه حسی رو به مخاطبت منتقل میکنی. هر کدومو که دوست داشتی اونو تو حافظت نگه دار. فلان اکت من فلان تأثیر امکان داره بذاره رو مخاطبم. اینجوری کم کم عادت میکنی. حالا به چی عادت میکنی؟ به این که اینجوری مثل من با مخاطبت دست راحتی کنی. خب حتی با نسخه راحت خودت ارتباط برقرار میکنی. یا یه نسخه راحت از خودتو میبینی، اینکه چجوری اینقدر راحت صحبت میکنی جلو دوربین. اون ویدیو رو داری برای خودت ضبط میکنی. حالا که دیدی چقدر راحته، به نظرم تو که ویدیو رو ضبط کردی پستش کن. من باش اون پستت میشه یکی از پستای وایرال پیجت. تا اینجا که اومدی این پست رو لایک کن، اون دکمه سابسکرایب هم برام بزن. کچ شد هم نمیخواستی کچ شد. و اون ویدیو رو ضبط کن. اصلا هم به این فکر نکن که بین ویدیوت اشتباه کردی، ریپ زدی، مثل من که الان دارم آخر سر ریمیلمو میزنم. مثل پست قبلی که بهت گفتم اشتباه کن. مردم آدم بی‌نقص رو دوست ندارن. اشتباه کردن اصلا هم بد نیست. بعضی وقتا اشتباه میکنیم که راه درست رو یاد بگیریم. بازم بگم لایک و سابسکرایب یادت نره.